به نقطه پذیرش که رسیدی آرام میگیری، سعی میکنی خودت را با تفاوت‌ها تطبیق بدهی و با زمان و اوضاع هماهنگ باشی، کمتر واکنش نشان بدهی، کمتر حساس باشی و رفتارها و اشارات کلامی و غیر کلامی تو را کمتر برنجانند. به نقطه پذیرش که رسیدی پاسخ تمام سلام‌ها علیک است و پاسخ تمام سکوت‌ها سکوت و این بین هیچ چرای بیخود و آزار دهنده‌ای مطرح نیست. تو به هیچ چیز بیش از ظرفیتش نمی پردازی، چرا که پذیرفته‌ای باید به انتخاب و سبک زیست آدم‌ها احترام گذاشت و به جای اینکه زمانت را روی چراها، بایدها، دلخوریها و جزئیات دست و پاگیر زندگی تلف کنی، به کارهای مفیدتری می‌پردازی و مشغول ساختن رویا و فردای خودت می‌شوی. به نقطه پذیرش که رسیدی برایت اهمیتی ندارد که چقدر برای دیگران اهمیت داری و حتی به دوست داشته نشدنها فکر هم نمی کنی تا زمانی برای آدمها زمان میگذاری که برای تو زمان میگذارند و تا زمانی هستی که هستند و مشغله های روزمره‌ات هم مانعی ایجاد نمی کنند. نه افراط می کنی نه تفرید، فقط جریان داری بدون هیچ توقع و چشم داشت و قضاوتی. فقط جریان داری و میخواهی آرام و خونسرد و به هیچ حرف و حاشیه‌ای زندگیت را بکنی.